فقط رسیپی این لکم شهریه بالای 1 تومن هزینه داره که من به صورت رایگان آموزش کاملش رو براتون گذاشتم. حتما حمایت کنید و منتظر بقیه آموزش هم باشید. کره آب شده رو به مخلوط خامه قنادی و نارگیل چرب اضافه می‌کنیم. قشنگ مخلوط می‌کنیم تا اینجوری خمیری بشه. بعد اینکه مخلوط کردیم شکلات سکه بنماری شده رو به موادمون اضافه می‌کنیم، قشنگ همش می‌زنیم. بعد اینکه هم زدیم می‌ریزیم داخل سینی چرب بعد کاغذ شده. با دست یا با پالت کاملا صافش می‌کنیم، می‌ذاریم داخل سردخونه تا کاملا صفر بشه. تو این فاصله مواد شهریه‌مون آماده می‌کنیم. 3 بسته رشته شهریه و 1 بسته رشته کادایف. اینا رو با هم خوب مخلوط می‌کنیم. بعد اینکه مخلوط کردیم کره ذوب شده رو به رشتهمون اضافه می‌کنیم و قشنگ همش می‌زنیم. 2 تا قوطی شیر عسل رو باز می‌کنیم و رشته شهریه‌مون رو می‌ذاریم روی شعله متوسط و شروع می‌کنیم به داغ زدن. بعد اینکه رشتهمون تقریبا به دمای 100 درجه رسید، شیر عسل رو بهش اضافه می‌کنیم، هم می‌زنیم تا کاملا مخلوط شه. از روی اجاق خارج می‌کنیم و می‌ریزیم روی مواد لکممون. با پالت کاملا صافش می‌کنیم و به مدت نیم ساعت می‌ذاریم داخل یخچال تا کاملا خودشو بگیره و بعد میاریم شروع می‌کنیم به برش دادن.